بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین موضوع در HTML که میخوانیم، البته یه از جمله المنت های HTML نیست، اینا کلش نکات است، نکات ادوانس است که راجع به رنگ‌ها و اینجا بعضی نکات دیگه است که اگر وقت ماند و خواستی رو باز کار میکنیم. در غیر از اون اینا رو میشه که در جریان CSS کم باز اگر ضرورت شد کارش کنیم. کلر قسمی که از نامش معلوم است، خب برای از استفاده میشه که قسمت‌های مختلف وبسایت اگر ما رنگ برش بدیم، ما خب بیشتر از تصویر هم استفاده میکنیم. مثلا خودم این سایت W3 ببینید، این قسمت این یک تصویر است. یک تصویر است که w3school.com که تصویر یعنی چسبیده است، دیگه در خود تصویر نوشته شده است. یک تصویر است. ولی این قسمت‌هاش رنگ استفاده شده. این قسمت‌ها رو ببینید رنگ است. یا این خود رنگایی که در اینجا به وجود آمدن، اینا چه قسم به وجود آمدن. بیشتر برای رنگ ساختن قسمت‌های مختلف وبسایت و پیج‌ها استفاده میشن. این رنگ‌ها به صورت عمومی به چند شکل میتونیم ما استفاده کنیم. چند قسم رنگ داریم. یکی خود رنگ‌های تکمیل بگوییم یا رنگ‌هایی که اونا از خود نام دارن، نام دارن مثل رد و مثل گرین و اینا نامای رنگ‌هایی است که از خود نام داره. بعض تعداد محدود از رنگ‌ها است. صحیح نیست؟ تعداد محدودش است که از خود نام داره تا 10 16 رنگ است. ولی از اون بیشترش اگر بخوایم رنگ استفاده کنیم در وبسایت خود اگر رنگ بدل خود بکنیم، باز چند سیستم است که باید برش در نظر بگیریم. یک سیستم دسیمل است. دسیمل که با قاعده 10 اینجا 10 نوشته می‌کنم، خاص قاعده 10 است. قاعده 10 ای از 0 الی 9 قیمت میتونه به خود بگیره. 0 الی 9 کی 0 الی 9 از 8 بت میشه. 8 بت. 8 بت ما اگر دور برنامه 8 بالا ببریم، دو برنامه 8 مساوی به 256 میشه. که ما تا 255 میتونیم استفاده کنیم، با شمول 0 باز 256 میشه. خب سیستم دیگه‌اش هگزا دسیمل است که را اینطور نوشته میکنیم هگزا دسیمل. هگزا دسیمل که این هگزه از هم در کل اینجا x میخوره. هگزا دسیمل. هگزا دسیمل با قاعده 16 است، یعنی دو با قاعده 16. این دو با قاعده 16 از 0 الی 9 قیمت میتونه بگیره، از a الی f میتونه قیمت بگیره. و این دو با توان 16 است که در مجموع چقدر میشه؟ فکر میکنم 16 میلیون و 7,77,216 باید باشه، همه قدر قیمت است. یک بار رو میبینیم. خب اگر یک مدیر با ساینتیفیک تبدیل میکنیم، ساینتیفیک دو با توان 16 میلیون دو با توان 16 65,005 تا 35 میلیون. اینجا مقدارش خیلی زیاد میشه، باید زیاد شود. با قاعده 16 است، دو با قاعده 16 با قاعده 16 ولی اینجا دو با توان چند میشه؟ دو با توان 128 میشه. 16 میلیون چقدر برآمد؟ 500 چقدر؟ که 255 ضرب 255 ضرب 255 میکنیم، 16 میلیون 5,81,375 رنگ برای ما تشکیل میده. خب اینی میتونه از 0، خب اینا مثال هگزا دسیمل است و اینجا باز دسیملش است که باز دسیملش رو میبینیم هگزه شد. پس هگزا چقدر میشه؟ 16 بت است. 16 بت میشه که دو برنامه 16 رو دیدیم چقدر میشه. دو برنامه 256 تو گفتیم. دو برنامه 8 میشه. دو برنامه 8 میگیریم مساوی به 256 میشه. خب یه 8 بت 8 16 32 چقدر؟ پس میکنیم 16 میلیون 5,81,281 چقدر بودیش؟ 216 فرق بین کلر رنگ است که برای ما ترکیب میکنه. حالی رنگ ها رو چرا استفاده میکنیم؟ به صورت عموم در کامپیوتر رنگ ها از رد، گرین، بلو گرفته شده. رد RGB
اگر از دسیمال استفاده کنیم دسیمال یعنی از 0 0 دو قیمت رد با خود داره دو قیمت گرین با خود داره و دو قیمت بلو با خود داره. سیستم دسیمال اگر در نظر بگیریم سیستم دسیمال رد دو قیمت داره گرین دو قیمت داره بلو هم دو قیمت داره. حالا این رد قیمتش از 0 الی 255 قیمت گرفته میدونم. این 0 الی 255 که همون 256 میشه. گرینش از 0 گرین هم از 0 الی 255 قیمت گرفته میتونه در سیستم دسیمال و ایش هم از 0 الی 255 قیمت گرفته میتونه. این قیمت های از 0 که است تاریک ترین رنگ است 255 که است روشن ترین رنگ است. این 0 بلک رنگ سیاه و 255 که است روشن ترین رنگ اگر سفید و سفید اگر صاف باشه صاف. خب خیلی اگر ما بخوایم یک پیج خدا مثلا آلوخ مکمل بک‌گراند میگیریم باز میشه که یک قسمتش میگیریم. اینا اگر یک پیج جور کنیم یا مثلا پیجایی که داریم از این اگر استفاده کنیم اینجا کنم پیج دیگه که کمی ساده‌تر باشه. صحیح این رنگ است. اینو بخوایم رنگش رو تغییر بدیم میاد این تغییر بدیم یک پیج دیگه میگیم اینجا بمشد کنیم اصل یک رنگ کو فریم از این از باید بدیم نمیشه از باید بدیم خیلی یک بگرام کلر باشید بادی بیری کلر از این خب حالا از رنگ استفاده میکنیم اینجا رنگ ها رو یک بار رنگ از این رد میگیریم دبل کد شد رنگ بستم و اگر بادی رو پس میگه بستم این سفر رنگ خب چطور چیزا شد؟ سیب میکنیم کنترل اس رنگ از صاف شد. آل رنگ از رو میخوایم دیگر قسم داشت رنگ بودم. اگر ما این قیمتش کلش 0 0 بودم 0 0 به خاطر رد 0 0 به خاطر گرین 0 0 به خاطر بلو این سیب میکنیم صفر مکمل. سیاه رنگ سیاه خالص است سیاه خالص. خب حالا اگر سیاه رو بخوایم یک کم روشنیش چی شد یک کم روشن‌تر شد سیاه روشن شد این سیاه روشن. حالا مثلا من میگم یعنی به ردش که است رنگش 0 باشه گرینش که است رنگش 255 باشه. صحیح نیست؟ 255 زیاد نمیتونیم و دیگه‌ش هم 0 0 یعنی سیاه رد 0 باشه گرین 100% صاف باشه و بلوش هم 0 باشه. این سیت میگه این 100% رنگ صاف خالص است. خب حالا مثلا این را 0 میکنیم 0 0 بلوش 100% میکنیم 100% شد 255 این سیت میکنیم یک 0 یا بی خالص است. خب اینا اگر این رنگا را ترکیب میکنیم نگاه طریقش یاد گرفتیم. خب رنگ سیاه چی اگر بخوایم اگر رنگ سیاه میخوایی به دست بیاری کل این قیمت ها را یک چیز برش میگیری. اگر 255 بدیم به این مانا که چه رقم رنگ وجود نه این دیگرام وجود نه 255 اگر این کلش 0 0 بدیم 0 0 0 0 0 0 او روشن‌ترین رنگ سیاه بود و این تاریک‌ترین رنگ سیاه. خب اگر ما این مثلا 5 5 5 حالا رنگ سیاه برای ما میده ولی رنگ نسبتا روشن‌تر این رنگ سیاه. این حالا دیگه یک ترکیب میکنیم مثلا اینی شاید در 1 0 یک چیز ترکیب میکنم دیگر قسم رنگی که خواست اینجا ترکیب کنم
یعنی را بیا مثلا 255 و دیگه 1 صفر یک رنگ متقاطع کن یه دیگه رنگ یعنی را بیا مثلا 5 جور کن 6 جور کن یعنی شام 5 جور یعنی را مثلا 3 إذا سيرش بيقول صفر إذا قال كل رنگ‌ها را ترجمه میشه ترکیب کنیم ولی تحلیل از که ما یک رنگ دلخواه خود رو بخواهیم به دست بیاریم چه رقم است اینی رنگ اگر بخواهیم مجبور کنم اینی رنگ چه رقم است سیان صحیح است آیا در رنگ سیان رنگ سرخ دخیل است صحیح رنگ سرخ داره نداره سرخش باید کاملا چی باشه صفر باشه رنگ سبز دخیل است اینا رو میبینیم چه رقم است خب خیر ردش صفر میکنم گرینش هم صفر میکنم صحیح است بلوش از چند شروع کنم مثلا 255 شروع کنم دیگه صفر اگر باشه آبی تیز کنیم اینی را مثلا بلوی ازی را از 1 صفر شروع میکنم بیخیسیا شد بلوی ازی را روشنتر 255 گرینش هم یک چیز مثلا 2 برش میکنم اینه مثلا در اینجا 8 میسازه این تکسیز ثبت شد ولی این رنگ باید برام با دست بده اینا نیجا ببینیم در فوتوشاپ که چه قسمی رو ما باید دست بره کود از چه قسم پیدا میشه یعنی جور کردن رنگ بسیار مشکل است که ما وجود کنیم بعضی سافتورها خیلی کمک میکنن اونجا کود هگزادسیمالش خودش برات میده دسیمالش رو میده هگزش رو میده مثلا اینجا کاملی اینی رنگی که فعلا اینجا جور شده رنگ سیاه کار باشه اینی رنگ سیاه است اما ترسیم کود از چند است صفر خواهی هگزش هست بگه هگزه دستیمالش هست ولی رد و گرین بلوش چرا کام است ردش در گرینش این چیز این چیز پس ردش در میگیریم اینجا ردش در و دیگه چند است 227 227 و دیگهش 215 بدون شک که 215 چند مرا شد؟ این دو خب چرا این رنگ برام داد؟ چرا این رنگ داد؟ بخاطر که ما در اینجا تا چند خانه اقراریم 2 خانه برای رد 2 خانه برای ازی و 2 خانه برای ازی یعنی اگر قیمت ما از 2 رقمی تبدیل شد به 3 رقمی و اینجا مقدار زیاد شد اینجا ببین آلی رنگ برای ما نداد ولی این کد اگر تو از اینجا کاپی کنی اینی کد هم این کنترل سی کاپی آلی کد هگزار اینجا پیست کن کنترل بی پیستش کن این سیوش که بار سفر باشه همون رنگ میده ولی یک چیز از این که باید تر باشه خواهی چه رقم است مثلا شاید که یک چیز شبیه این چیز باشه دقیقا یک تخنیک دیگه چند موضوع جا کار کنیم دقیق همین رنگ که باید دست بیاریم سفر رو باشه مالی رنگ داد یک چیز داد ولی خیلی که اینمی رنگ ما باید دست بیاریم اینمی رنگ میخوایم خود اینمی باید دست بیاریم بسیار گپای ساده ولی پرکاربرد اینجا بیا از یک عکس بگیر صحیح است؟ این رو سیو کن سیوش کن مثلا در این دسکتاپ در جایی سیوش کن این برام کپچر پیدا سیوش کن سیو شد این حال بیایید در فوتوشاپ باز کن این رو باز کن این رو که باز کنی اینجا بیا از این رنگ نشانه این رو اوکی کن نشانی که اینجا رنگش اگزایش چیز کو کپی کن اگزایدسیمال شده اینجا بیا پیست شد این کنترل بی پیست سفر رفرش که یک بار دقیقه برنگ داده دیسنی اینا نکات است تکنیکایی است که دیزاینینگ زیاد بلند یک قسمت خوش میاد یک رنگ و رنگ هر چی میتونید ترکیب کردن از این میشه استفاده خب
اینجا فتوشاپ زیاد کمک میکنه دیگه کپالگری. یعنی مثلا یک گپ اگه متوجه شده باشید شو آن لیول کلر دارم وب کلر این قسمت اصلا که ما که اندک تکان میدم یک قیمتا از تغییر میکنم اندک که رو تکان میدم یک دسیمال شو تغییر میکنه دیگه شو در قسمت که میکنم ولی اگر شو آن لیول کلر گرفتیم اینجا سعی کنم این چرا این آن لیول کلر که یعنی فقط برای رنگای وب که گرفته این چی چرا کل از اینا ما نمیتونیم دو استفاده کنیم اینا رو کلش موفق نداریم استفاده کنیم هر کدامش که داریم باشه بخاطر که اکثریت براوزرها وبسایت ما رو با رنگی که ما جور کردیم در کامپیوتر ما نشون میده دیگه کامپیوتر نشون نمیده یک کامپیوتر گرافیکش پایین است یک کامپیوتر گرافیکش بالا است خوب نشون میده خیورش قسم میبینیم این لیول کلر که انتخاب کردیم واسه این چوکات بندی شده این چوکات تا اینی ساحه رنگش هست واسه که تعیین نمیکنه اینجا ببینید این قیمتای تعیین نمیکنه این یک رنگ است اینجا کامل این رنگ دیگه است این رنگ هم تعیین نمیکنه پس چند رنگ یکی دو سه این رنگ است اینا رو وقتی که این تو بالا بردی از این جنس دیگر رنگ برات میده اینجا باکس اکا است این باکس اکا 4 پنجه رنگ شهر است قسمت شهر میکنه اینا استاندارد است کل براوزرها کل کامپیوترها میتونن در کل این رنگ هر رنگ که در وبسایت استفاده کنید نشان میده این اگر پس کنید باز رنگ دیگه تیپ میشه آسانی در کل کامپیوتر استفاده نمیده این وبسایت تو چیزی که هست میشه نشان نمیده این از این واضح هگزادسیمال شد دیگه ما سیستم دسیمال گفتیم از 0 تا 255 میتونیم استفاده کنیم خب هگزادسیمال چه قسم میشه هگزادسیمال که است مثلا ما یک رنگ استفاده میتونم اینجا تا 9 مثلا دو رقمی است دیگه دو رقمی سه رقمی خب نگفتیم دیگه دو رقمی گفتیم دو رقمی که شد 9 میتونی یک نوعی دیگه هم استفاده کنی آخرین قیمت 9 اونم است بر رنگ گرین تم 9 میتونی استفاده کنی بر رنگ بلو تم 9 این اگه سیت کنی خواهیم یک رنگ برات میده ولی اینجا نمیتونی که باز تو یک صفر دیگه رو برش اضافه کنی این صفر دیگه باز بیماناز نمیده تاییس رنگ رو چنین میکنه ولی صفر دیگه باز دسیمال بشه حالا هگزادسیمال که است مثلا من اینجا استفاده میکنم فرض کو ای از صفر شروع الی اف در نظر گرفته میشه ای در اینجا نمایندگی از 10 میکنم نمایندگی از 10 میکنم بعد از میشه که توی را مثلا اف اف یعنی اف 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 255 255 یا اون رنگ چیه میده سفید این رنگ میده سفید شد اگر صفر صفر بودی باز نون رنگ چیام میده رنگ چیام شد حالا چی مانا میده ما رنگ سرخ میگم سرخ دو قسمت سرخ باشه سرخش دو باشه گرینش که از فول باشه و ایش هم دو باشه حالا مقدار سرخ اینجا زیاد است سرخ کم است سبز است فول سبز است اینجا سبزش دو میگیره ولی را به اف میرسن دیگر هم مثلا به اف سفرهای گوسته میکنیم حالا این دیگر یعنی در کل اینجا قیمت از 0 الی 9 میتونیم استفاده کنیم و از بعد از 9 که شد از A الی F میتونیم استفاده کنیم یعنی اینجا میتونیم که ایواز دو تا F دو تا A میتونیم استفاده کنیم ایواز دو تا A هر کدامش قیمت داره A قیمتش 10 است مثلا B که از قیمتش 11 دو تا B استفاده کنیم B که استفاده کنید F تگرد C D E و F تا این قسمت اجازه داره خلاص دیگه این رنگ رو تغییر کنیم رنگ اینجا بیا یا پای ایریش میکنیم خود تبوسیر یک بار باز میکنیم خب کل در مجموع کل کم پر رنگ های نمید چیز مشکل نیست اصلا از دستش به نمورو رش کنیم بس و سیسیز زیاد رو کل لیاوت و کل سیسیز این رنگ است خب اینا رو ببینید در کلرز کنید در کلرز این یک کلر ولیو است کلر ولیو ببینید بلو کلر ولیو RGB این مکمل سیستم رنگ است که در رد گرین بلو and بلو که مخففه ارسی است اینا RGB است اینجا نیسا کلر و
به همین شکل از سیستم هگزادسیمال که است هایست والیوش 255 است، یعنی در دسیمال. از هگزا که است هایست والیو آخرین والیوش اف اف یا همو آخرین با اون میشه این چیز هر قدر که این قیمت پایین باشه با همون اندازه رنگ تیره میشه، هر قدر که این قیمت بالا باشه با همون اندازه رنگ روشن شده. اینجا ببینید این رنگ است، رنگ بلک این کدش است و در دسیمال این کدش است، در هگزایش این کدش است. ولی یک از یک علامت هش استفاده نکنید. تا هش استفاده نکنید ولی حالا هش استفاده میکنید تا اینکه بر براوزر بفهمید که ما از کد هگزا استفاده کردیم. بیشتر دید بدون هش استفاده کردیم کار کرد. ولی اینه که استفاده کنیم روز قانونی میشه دیگه. کد از این کد سرخ اف اف یعنی سرخ روشن. در سرخ دیگه ترکیبش این چیزا گرد نیست. این دیگه است که سیاه امر دو تا صفر و دیگه مکمل کنش امر نیستیم. حالا خود یک مرتبط کش بیاد ببینید مثلا RGB چرا کمه؟ RGB 335 335 335 از رنگ سفید. ولی هگزادسیمالش کش اینجا گفته که 235 236 یعنی که کلش 16 میلیون 16 میلیون گفته که موردن اینا قدر میلیون دفعه رنگ بده موردن معجزه میشه بیشتر از 16 میلیون. و اینجا میدی رنگ دیگه کودایش کلش در مجموع اینجا واقع داره هر رنگ اگه خواست اینی رنگ خوشت میاد اینجا کودش کود هگزادسیمالش کود دسیمالش و همینجا که این شید آف گری هست اینش اون اگر چی میگن گری رد هست اینش گری هست اینجا خاکستری از هر قسمت رنگ باشه ایت یک رنگ رو میخوایی بدست بده اینش اینا مثالش اینا ویب سیف کلر هست. ویب سیف کلر گفتم که برای ویب این دیگه سیف هست که تو اگر استفاده کنی وبسایت در هر کامپیوتر که باز شد با اون رنگ که نشان میده. اگر از این خارج مثل که پیشتر هر قسمت تغییر کلیک میکنی رنگ یک چیز تغییر میکنه او باز با اون شکلی که در کامپیوتر نشان میده در کامپیوتر نشان در کامپیوتر نشانش نمیده چون گرافیک از اون گرافیکات از اون رنگ سپورت نمیکنه. به خاطر اینا که ثابت است. این رنگ میخوای کدش این چیز کدش در مجموع یک جدول که جدول رنگ است کدش اینجا نوشته کرده. یعنی رنگ میخوای کدش CC66 CCFF این چیز اینه کدش. خب این از رنگ. اینجا مثلا کلر نیمز هست در کلر نیمز که ما می‌بینیم. این رنگا که هست تو این نام‌ها رو که نوشته کنیم این نام‌ها رنگ به دست میاد. ولی این دیگه ما استفاده نمی‌کنیم. کل از اینا رو استفاده نکنیم مشکل نیست. فقط این بلو ببین بلو رنگش نیست. یعنی دلت که نام بلو نوشته کنیم دلت که کدش نوشته کنیم. کد هگزش و دلت که کد مثلا کد دسیمالش پیدا کنیم نوشته کنیم. اون رنگ‌های مشهور داره می‌مونه یه نمی‌دونم. اینا بیاد هیچ واسه که بیکی در دیزاین پیر شده باشه دیگه کس نمی‌مونه. همین اینا دیگه ضرورت میشه تو کدش پیدا کنیم در وبسایت استفاده کنیم. این کدش نام‌های رنگ است این کدای هگزادسیمالش یا مسمارش سوال است یعنی کدش مثلا یک رنگ لیم گرین است و نمی‌فهم لیم چطور کوی است این کد رنگ راست و کدش مطلب چی است. خب به این شکل در کلر والیو اگر ببین کلر والیو بازم مثلا رو برام داده کنم چیز اضافی نیست تکرار است کلش و اگر خلاص یک موضوع رنگ یک موضوع دیگه که HTML کویک لیست است این کویک لیستش ببین اینجا بعضی مثالا رو کار کرده تو این یک مثال این دیگه مثال اینا رو میتونید استفاده کنید بعضی لیست ها رو یک لیست است عمومی از درس‌های خواندی لیست عمومیش مثلا از کدام باشه HTML بیسیک داکیومنت یک تگ تایتل گرفته و هید گرفته و این چیز رو نوشته کرده بادی رو بسته کرده خلاص در هیدینگ الیمنت که از این H2 H3 داخلش از چیز نوشته کرده و تکست الیمنت پاراگراف بود بیار بود اشعار و پرینکار کرد فاصله کنید و همیشه که تگ لینک بود که اشرف کار کردیم اشرف اینجا یک آدرس مطلق بود آدرس نسبی اینجا آدرس براش میدید به این سایت لینک بگیره اکستریر چیز انترنال و اکسترنال لینک اکسترنال است و اینجا تکستش لینک تکست گو هیر سیست تک بسته و اینجا ایمیج لینک بود که اشرف اینجا ایمیج سورس رو مشخص میکنی بعد URL
بعد اینجا کلام تکست میتونش نشان که بدید نکنیم و به این شکل اینجا کلام چیز دیگر گفتم یک لینک با کدام ایمیل آدرس @example.com نسندش میکنه یک لینک است با وجود میاد در صورتی که ایمیل آدرس برش بدی باز سر از لینک هر وقت دارید میام ایمیل برای باز میشه. خب ما اینجا این نمیش مسائل تب اینجا تب اسکریپت اینجا طول تب که گفتیم بعد شکل کارکردش این چیز است. بعد فاصله نمیش مسائل دبل کوتشن تب دبل کوتشن this section this section این طرفی که تو میگویی برای معلومات میگویم بالاش پی خاطرش بدن پی بکن یعنی مینیو اینجا و این قسمت رو لستا بودیم تاگ یو ال و تاگ او ال آردر لیست اینجا میدهایش و یا از مثلا آردر لیست یک کویک لیست هست بگیم یک لیست بگیم چیزایی که باید میخواندی آردر لیستش و یا definition لیست چطور معرفی میشه یا از این شکل دیگه که دیلش کار کنی دیل باز دیدی بود یک نمونه خاطرش ایز مثل اون کار میکنه تیبل هم دیدیم که تیبل بید تاکه تیبل باردر شک بکسد تیبل روه تیبل هیدر و تیبل بیتا که بس آدرس میکنه و در فریم ست هم دیدیم که کولز با چند کالم و چند فیصدی میشه باز در فریم که سورس مشخص کردیم که پیج وان دادش دیم به پیج دادش دیم سماوان میگه فریم ست بس بستن. خب اینجا یک گپ دیگه که در فریم از ما اینجا اکشنش فریم اکشنش چرا کم اینی با اینی آدرس ما اینی اکشن در کل چی میکنیم این یک لینک ایجاد میشد البته از اینی فریم با اینی آدرس این آدرس پیج مشخص میکنید برش که در اینجا اینی قسمت در اینی فولدر این معلومات این اکشن فریم باز دیگه عملکرد فریم و میتودش هم اینجا پوست میکنیم معلومات اینی فریم با کدام شکل با کدام صفحه در کدام آدرس راوچه با کدام میتود راوچه میتود پوست و گت اکرامینی گفتیم گت آشکار راوچه و پوست هم به شکل انکریپت شده. خب اینپوتای به تکست نمیش اینپوتای پر رفت دیدیم که اینپوتای به تکست بود اینپوتای به پاسورد بود چک باکس بود رادیو بتن سبمیت رسید و هایدن هم عین مثل تکست باکس یک چیز کار میکنه یعنی تکست باکس میسازن ولی تکست باکسی که معلومات دور نوشته نمیشه معلومات دور معلوم نمیشه ایت شکل بی آر داره بی آر خودی دیدی یک چی که میکنن یک بی آر کتاب میگیری فاصله برای میکنی دفعه بریک میکنن مثل بی آر داره یک فاصله میکنه خلاص این تکست باکس جور میکنه ولی تکست باکس که تکست دور نوشته نمیشه. خب سلکت است تاگه سلکت هم دیدیم که آپشناش یک چیز که جور میکنی این تک چیز جور میکنی این تک چیز تاگه سلکت آپشن یک دراپ داون لیست یا کامبو باکس جور میکنه آپشنش و آپشن دیگه جو سلکت پاس بستن تکست ایریا رو دیدیم که صحیح برای ما ایجاد میکنه که ما دو متن خود نوشته کنیم رو رو گفتیم تعداد خطها یک خط دو خط سه خط کالم رو گفتیم تعداد کرکترها چند کرکتر اینجا کرکتر 60 کرکتر. خب اینجا اینی گپا رو دیگه لیست کرده گپایی بود که آدر الیمنت است مثلا آدرس دیدیم نیزی اچتت است اینی یک مثاله یک گپا رو کار کرده بعد الیمنت های دیگه کومنت است کومنت خونه کار کرده کومنت هنی کومنت در اشتیمل به این شکل میشه. خب بلاک کوتا را کار نکنید بلاک کوتا چی دید؟ دبل کوتشن بلاک کوتا بگنید کوتشن بلاک کوتا خب بلاک میکرد و تاگ آدرس بود که اینجا آدرس به شکل تایپ میکنید دوباره پس اینجا بیار خلاص تاگ آدرس بسته اینی معلومات را تاگ آدرس برکید این کدام گپ بسی چیز نیست فقط روی کپی پیست میکنم مطلب جوری که آدرس چی است این سیو میکنم یک بار صفحه رو بکش اینی تاگ آدرس است اینی تاگ کار میکنم رایت and by W3 school اینجا باز اگه میره گفته اون اینجا آدرس تاگ آدرس این تاگ خلاص ولی بعضی نکات اینجا مهمتر قسمت HTML هست اینجا باز میشه که کلمات تاگ آدرس داشت باید کار کنید HTML رو برای دیدن خسته شده